بچه‌ها فقط می‌نویسه که باباجان کار در реклама یک قصه نقل نکردی کمتر استراحت کنیم. برای استراحت نه یک قصه غمناکتر با شما را نقل میکنم. اون آخرش فایده خوب داره. التماس گوش کنید. قشلاق در ناحیه رشت یا غرم پیشینه موجود است. دهقان‌آباد یا قزراق نازنین. این خلق مهربانی هر سال در همین زینپای تا آسمان رفتگی یک نفر انتخاب کرده در همین زینپای روان میکنن. مثل همه وقتا یک بچه که میغلطه نامش واج اپای مهربان داره خیلی غمگین میشه با آغوش میگیره دادرم به سری بلند برا بیو غمگین نشو. همچنین شخصی که این دادره کچکا میکنه انتخاب میکنه در کتفش تپ تپ کرده بچه‌م نامی وطن قشلاق قزراق پس نکنی. دادره کم باشه زیق در این زینپای بالایش در رفتن میگیره تا خیلی تا حالتی که از چشم نوپدید میشه. اپای عزیزش باشه غمگین شده شبها بیخوابی میکشه. در این قشلاق یا دهه یک قانون بود به اجازت کلانتر به این نزدیکی این لیسنسه باید یگان کس نشود. اما این اپا از دردی دادر که همه وقت در پیش رویش بود، از غم دردی دادر که همه وقت روی خشروش در پیشش بود، پنهانی از اهل دهه بار اومده در این زینپایا میره و که در همین آخری رو چی از این کودکا کجا میشوند. وقتی که خواهر میبره به هم بلوره میره میبینه از پیش یک چی دروازه کلون میبره. دروازه را که میکشاید در همینجا میبینه که مغازین که موبایل 0101 دادرش همینجا کار درماده تلفن فروخته گشته. تلفن میگیره برادر عزیز با قطعی ضریعتیک چخول با چی میگن ناوشنیک همه چیزا با پدر کده درش میشوه. نرخ نواشش شاید چی میگن زدگی هم برادر است. اینا تمام نمود تلفن ها یا پچ کن میای مثال میگیم آیفون 16 پرو ماکس اینا با چی بگم اینا اینجا که باشه آیفون و سامسونگ خیلی با این طرف بگه با چی میگه اندروید اینا چی میگن تلفن ارزونک تلفن قیمت. خلاصه از اینکه تمام تلفن تبدیل کنم همه یا برآورده شما رکلام کردن نمیتونم. همه میگن کو یک نقطه بس اگر شورت. خلاصه که زنگ بزنی برادرها از نوع باباجان 88 سلام بگی و تلفن خریدار کنی. التماس از شما خواهش که مثل برادر لایک کامنت‌های خوبتون فراموش نکنید. در سایت شو یک درمو رقم شو زنگ ببینید. اینستاگرام شو بدروید در اینستاگرام باباجان 88 میبینید. بچه‌ای که در یوتیوب و تلگرام میبینید در اینستاگرام شو همه‌شو من هر روز استوریس‌هاشو میبینید. دستافکا با تمام دنیا را زنگ بزنی. الله نگهدار.